بازی‌های دور 20 مرحله سوم لیگ عالی تاجیکستان به انجام رسیدند. در این دور در میدان مرکزی شهرستان دسته دوشنبه با اسخط رقابت نمود. تفصیلات بیشتر در گزارش. در میدان مرکزی شهرستان دسته‌های دوشنبه و اسخط در دوره بازی‌های دور 20 چمپیونات تاجیکستان با هم رقابت کردند. بازی از دقیقه اول خیلی تیز و تند و برای هر دو تیم مشکل صورت گرفت. در قسم اولی بازی دسته‌ها امکانات‌های گلزنی خود را استفاده بردن نتوانستند و با حساب 0-0 به تنفس برآمدند. قسم دوم بازی را دسته اسخط بابرو آغاز کرد. بعد از 5 دقیقه آغاز قسم دوم علینور نیازبеков گلزنی نموده اسخط را به پیش برآورد. اما 4 دقیقه بعد خورشید عبداللهов یک گل زیبایی را به ثمر رسانیده توازن را برقرار نمود. بعد این گل زده دسته دوشنبه چند مرتبه دیگر امکان 100% گلزنی خود را استفاده برده نتوانست. برعکس آنها دسته مهمانان همه امکانات‌های خوبی خود را ثمرانگی استفاده می‌نمود. در دقیقه 71 به مبینجان مومینوف دست داد که در داخل جریمه‌گاه حریف توپ را به دروازه وارد کند. همینطور اسخط بعد 4 بازی به برد غلبه نوبتی خود را به قید گرفت. در دور 20 لیگ عالی فوتبال مملکت تیم روشن شهر کلوب با کلوب مرکزی ورزش ارتش دیدار انجام داد. این بخوری در ورزشگاه به نام اکتم محمدوف ناحیه جلالالدین بلخی صورت گرفته با حساب 1-2 به فایده تیم ارتشی ها خاتمه یافت. نخست شده حساب را در دقیقه 33 رقابت بازیگران دسته روشن باز نمودند. حمله‌ور رقم 31 آووسو عابد از حالت خوب و مساعد استفاده برده توپ را داخل توری دروازه دسته رقیب نمود. با گذشت 4 دقیقه دیگر بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش با گل زده تیم روشن پاسخ گفتند. مؤلف این گل هجوم کننده لوک منجینه لیونل دانسته شده با همین قسم اول این میدانداری با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. قسم دوم بسیار پرشدت و جالب و دیدنی صورت گرفت. در هفته بازی محافظتگر تیم کلوب مرکزی ورزش ادریس امینو برای 2 مرتبه قیددستی تیزیش با کارت سرخ مجازات شده میدان به در گردید. در دقیقه 81 با یک هجوم با برار سازمان داده بازیگران تیم ارتشی ها فیروز بابیف که چند دقیقه پیش از بازیگران ذخیروی داخل میدان گردید دروازه‌بان تیم روشن را فریب داده به زدن گل دست یافت. محافظتگر دسته روشن سفرعلی کریموف باشد برای قصداً قاعده ویران کنیش از جانب داور با کارت سرخ مجازات شد. همین طریق رقابت تیم‌های روشن شهر کلوب و کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 1-2 پشت سر شد. یادآور می‌شویم که دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بعد این غلبه در جدول لیگ عالی فوتبال مملکت به جای سوم برآمد. بازی امروز من روشن دسته روشن کلوب رو نشناختم. خیلی گفتم میشد که من باورم نبود که بازی سستی یک هفت دوره که من گذروندم امروز من نشناختم در سر روشن. ممکن گناه من ممکن گناه بچه‌ها یکی وزبین بازی کردن امروز. هر بازی ما برنامه داریم. این نیست که ما فقط جمع بشیم بیام یه بازی انجام بدیم. نه، این همچین چیزی نیست. ما هفته به هفته و در طول هفته کلاس‌های تئوری میذاریم، میفهمونیم تیم رو و بعد همون چیزها رو در کلاس به زمین اجرا میکنیم. خب طبیعتا شرایط بازی هم کمک میکنه و 70-80% این کارها انجام شد. دسته کوکتوش نوحیه رودکی با شکست دادن تیم فوتبال ایستراوشن با سلسله بازی‌های بدون باخت خود نقطه گذاشت. کوکتوش در میدان خود تیم فوتبال ایستراوشن را قبول نمود و دیدار مذکور با حساب 2-1 به سود صاحبان میدان به انجام رسید. در دقیقه‌های نخستین رقابت به صاحبان میدان امکان دست داد که توپ را وارد توری دروازه دسته ایستراوشن سازند. گل را بنیاد شادیف به ثمر رسانید. در دقیقه 21 نیرو سنجی باشد و بازیگر دیگری دسته کوکتوش عزیزبک سلطانوف میسر شد که بار دوم دروازه‌بان دسته ایستراوشن را مجبور سازد تا توپ را از داخل توری دروازه‌اش بیرون آورد. همین طور پیتی اول نیرو سنجی با حساب 2-0 به سود کوکتوش به انجام رسید. در قسمت دوم رقابت هر دو دسته برای تغییر دادن نتیجه دیدار تلاش کردند
ва билохира ба бозингарони дастаи Истаравшан муяссар шуд ки як гол ба дарвозаи Куктош бизананд. муаллифи ягона зарбаи ҳадафраси дастаи Истаравшан капитани тим Илҳомҷон Баротов гашт ки дар дақиқаи 73-юми рақобат зарбаи ҷаримавиро дар сатҳи олӣ иҷро карду ҳисобро дубаря гардонид. ҳамин тавр дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ баъд аз 11 бозии бидуни ғалаба ҳамакнун соҳиби 3 имтиёз шуд. Куктош дар 11 даври охир 8 маротиба шикаст хӯрда 3 бозиашро бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст намуда буд. ҳамакнун баъд аз ин нокомӣ дастаи Истаравшан зинаи сеюми ҷадвали умумии чемпионатро аз даст дод. من برای بازیگران نمیدونم، برای من یک شرمندگی است که برای که خودم همین دسته رفته بودم و امروز که در دسته Istaraofshan کار میکنم، هر یک دسته که مثال سابق سرمربی از دسته رود او دسته با مقابل سرمربی با یک بازی خوبشون میتونن که ما چخیل که امروز دیدیم. اون من در همین 3 بازی که کوکتاش با ما بازی کرد 2 غلبه و 1 دوران کرد. برای همین فکر میکنم که کوکتاش میداند که هر یک خل همچون یک بود هوا در کار برای 3 خل امروز مهنت زیاد کردن و سزاواری